خبر گله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرگ بر آمریکا. اولا بنده این رو برای حضرات بزرگان آمریکایی روشن کنم. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو. مرگ بر اینا یعنی مرگ بر سردمداران. ما به مردم آمریکا کاری نداریم. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر شما چندتایی که اون گروهی که دارید اداره میکنید کشورتون رو. مراد اینه. حالا در این دوره اینان، در دوره دیگر هم دیگران. بحث ملت آمریکا نیست. ثانیاً تا وقتی که دولت آمریکا و رژیم آمریکا همین شرارت، همین دخالت، همین خباثت، همین رذالت رو در اعمال خودش داره، این مرگ بر آمریکا از دهان ملت ایران نخواهد افتاد. توصیم اینه که به اروپایی هم اعتماد نکن. در مورد آمریکا من از 2-3 سال پیش که این بحث‌های مذاکرات مربوط هسته‌ای برقرار بود، دائما هم خصوصی به مسئولین میگفتم، هم در جلسات عمومی در سخنرانی‌ها مکرر گفتم من اعتمادی ندارم به اینا اعتماد نکنید. به اینا اطمینان، به حرفشون، به قولشون، به امضاشون، به لبخندشون اعتماد نکنید. اینا مورد اعتماد نیستن. خب حالا نتیجه این شده که مسئولینی که اون روز مذاکره میکردن خودشون امروز دارن میگن آمریکا غیر قابل اعتماده. از اول بایستی این غیر قابل اعتماد بودن رو تشخیص میدادن، حرکت میکردن. امروز هم دارم راجع به اروپا میگم غیر قابل اعتمادن. نمیگم درباره مسائل مورد ابتلا و اینها ارتباط نداشته باشید. نه، بالاخره ما دولتی هستیم یا حکومتی هستیم، الحمدلله مقتدریم، توانایی داریم. بحث در این نیست. بحث در این است که به اینها با چشم بدبینی نگاه کنید. اینها به هیچی پابند نیستن.